بخمیوه چیست؟ در ریشه اساسی ماده های غذایی جمع می شوند و در نتیجه حفظ شوی ریشه اساسی به عمل می آید که این را بخمیوه می نامند. مثال شلغم، لبلبو و غیره. وظیفه اساسی برگ چیست؟ برگ یکی از عضوهای اساسی رستنی بوده وظیفه فتوسینتز و معادله گاز را در محیط اطراف اجرا می کند. فنولوژیا چی را می آموزد؟ فنولوژیا یک ساحه علم بیولوژی بوده حادثه دوره حیات حیوانات و رستنی ها را که مخصوصیت موسمی دارند می آموزد. چگونه رستنی ها را رستنی های افمری می نامند؟ رستنی هایی که دوامناکی حیات آنها خیلی کوتاه است، یعنی همگی یک چند ماه عمر می بینند، رستنی های افمری می نامند. با این رستنی ها لاله خسک و زیرک و غیره داخل می شوند. دوربین اشیا را تا چند مراتب کلان نشان می دهد. دوربین اشیا را از 2 تا 25 مراتب کلان نشان می دهد. میکروسکوپ اشیا را تا چند مراتب کلان نشان می دهد. میکروسکوپ اشیا را تا 100 و حتی هزارها مراتب کلان نشان می دهد. اولین میکروسکوپ را کدام عالم کدام سال کشف کرده است؟ اولین میکروسکوپ را در عصر 17 آنتون ایوان لوینگوک کشف کرده است. قسم‌های اساسی میکروسکوپ را نامبر کنید. میکروسکوپ از 3 قسم عبارت است. قسم یکم شیشه پربینی. قسم دوم توبوس. توبوس کلمه یونانی بوده معناش نیچه است. قسم سوم آکولیار. کلمه لاتینی آکولوس گرفته شده معنایش چشم است. حجیره ها را از جهت ساخت و شکلشان به چند گروه جدا می کنند. حجیره ها را از جهت ساخت و شکلشان اساساً به 2 گروه جدا می کنند: پرنخیمی و پروزنخیمی. ماده اگر را از چی تیار می کنند؟ ماده اگر را از آب سبزه های سرخ تیار می کنند. پریدرما چیست؟ پریدرما بافته دویمین روی پوشی پایه و ریشه می باشد که اپیدرمیس را در رستنی های بسیار ساله عوض می کند.